خوشخبری غزال نایت در تجلیل سال نو میلادی و تصاویر جالب و باور نکردنی غزال نایت از تجلیل کریسمس. غزال نایت کجاست و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون این موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند چهره دست، ناماشنا، محبوب و مشهور افغانستان که شهرت هنری خاصه در میان هنرمندان افغانستان برخوردار است. غزال بیشتر از 10 سال می شود خدمت برای هنر موسیقی افغانستان می کند و آهنگ‌های فراوانی به زبان‌های شیرین دری، پشتو، اردو و انگلیسی برای علاقمندانش تقدیم کرده است. غزال نایت همه ساله کنسرت‌های خود را در سرتاسر جهان برای علاقمندان و بیننده‌هایش برگزار می کند. غزال کارهای هنری خود را با قیس الفت به طور رسمی در سال 2010 آغاز کرد. غزال نایت نه تنها هنرمند خانواده‌اش است، بلکه 2 خواهر دیگرش هم از جمله هنرمندان موفق، محبوب و ناماشنای افغانستان است. شب قبل غزال نایت تصاویر خود را در صفحه اینستاگرامش نشر کرده است و پیام تبریکی سال نو میلادی را برای تمامی علاقمندان و طرفدارانش ابراز کرده است که این تصاویر غزال نایت مورد حمایت و تشویق فراوان علاقمندان و دوستدارانش قرار گرفته است و مژده کنسرت جدیدش در ماه آینده را برای علاقمندانش داده است. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نمایید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.